اول حسین بشو، بعد ادعای کربلا کن. اول یک کمالات معنوی در خودت ایجاد بکن، بعد اینقدر کارنامه درخشان تو به نمایش بذار. مولانا میگه هین مدو گستاخ در دشت بلا، تو دشت بلا گستاخانه ندو، هین مران کورانه اندر کربلا. هر کس نمیتونه کرب و بلاها رو تحمل کنه، هر کس نمیتونه اون رضا و تسلیم حسین و اهل بیت و آل رسول رو داشته باشه که در بلای الهی هم لذت ببره. در بلا هم میچشم لذات او، مات او یم مات او یم مات او. تا آخرین لحظه حضرت سیدنا حسین یک کلمه منافی رضا و تسلیم الهی از دهنش در نیامد. تا آخرین لحظه که حتی علی اصغر در دستش شهید شد، خونها در کف سیدنا حسین آمد، به طرف آسمان بلند کرد که خدایا اگر مشیت تو خاص تو بر اینه که ما امروز با جام شهادت دنیا بریم، ما هم راست. تو نیستی، ادعا نکن.